سلام رفیقای دوست داشتنی، امروز قراره یک سفر هیجان انگیز و خاص داشته باشیم. در این ویدیو با 10 مورد از خطرناکترین حیوانات جهان برای انسان‌ها آشنا میشوید. قبل از هر چیز یادتان باشد که لایک و سابسکرایب را مثل یک بمب منفجر کنید تا از سفرهای بعدی ما هیچ وقت جان نمانید. آماده اید؟ پس بزن بریم. شماره 1. خب عزیزای دل، پادشاه جنگل‌ها کیست؟ شیرها. آیا میدانید قاره آفریقا بیشترین تعداد شیرها را دارد و سالانه به طور میانگین جان 250 نفر را میگیرند؟ تصور کنید در طبیعت آفریقا قدم میزنید، آفتابی سوزان، سکوتی عمیق و اما ناگهان خورشی 114 دسیبلی خبر از حضور پادشاه بی‌رقیب حیات وحش میدهد. شیر با چنگال‌های برنده و نیروی قدرتمندی که استخوان‌ها را خورد می‌کنند نمادی از قدرت و بیرحمی است. حیوانی که جانش را صرف گرفتن جان دیگران می کند. خب دوستای گلم، در کامنت ها بگید که آیا تا به حال از نزدیک شیر را دیده اید؟ چون نزدیک شدن به گله، به ویژه در حضور توله ها، یعنی مواجهه با حمله مرگبار برای حفاظت از خانواده و شانس فرار تقریبا میشه گفت 0 است. شماره 2. دوستای گلم، حدس بزنید لقب غول رودخانه به کی داده شده؟ بله درست حدس زدید، اسب آبی. باور میکنید این موجود به ظاهر آرام یکی از خطرناکترین و مرگبارترین حیوانات جهان باشد؟ و آیا میدانستید اسب آبی 1800 تا 2000 کیلوگرم وزن دارد؟ و جالبه بدانید بیشترین تعداد اسب آبی در کشور آفریقای جنوبی قرار دارد. این غول دوست داشتنی یکی از مرگبارترین موجودات آفریقا به شمار میرود که سالانه جان 500 نفر را با دندانهای نیشی که تا نیم متر رشد میکنند را میگیرند. نیروی گاز گرفتن اسب آبی با 1800 PSI تقریبا 3 برابر شیر است. پس دوستان عزیزای دلم، مراقب باشید که این غول رودخانه با قدرت وحشتناکش هیچ شوخی با هیچ کسی ندارد. بیننده های عزیز، اگر آماده هستید برید سراغ شماره 3 فیل‌ها. این غول‌های مهربان و بانمک فقط از دور شبیه کاراکترهای مهربان کارتونی هستند. دوستان عزیز، هیچ وقت فریب ظاهر این فیل‌های مهربان را نخورید، چون این فیل‌های بامزه هم سالانه جان 600 نفر را میگیرند. و این مهربان‌های غول پیکر میتوانند تا 8 تن وزن داشته باشند، یعنی مثل یک تانک غول پیکر در طبیعت. وقتی عصبانی بشن از دو تکنیک خطرناک استفاده میکنن، یا شما رو زیر پاهای بزرگشون پرس میکنن و یا با خرطوم قویشون بلندتون میکنن و بعد محکم پرتاب میکنن زمین. دوستان عزیز، پیرترین فیل لین وانگ نام داشت و با حدود 86 سال عمر در کشور تایوان زندگی میکرد. خب عزیزای دل بچه‌ترین قاتل طبیعت، خوش آمدید. شماره 4 تمساح‌ها. تمساح‌ها به ما عظمت دوران ماقبل تاریخ را یادآوری می‌کنند. شکارچیانی بی همتا که آرامش درون آب را به صحنه‌ای از هیجان و ترس مبدل می‌کنند. بزرگترین تمساح ثبت شده در جهان یک تمساح آبشور به نام لولانگ بود که طولش به 6.17 متر می‌رسید. لولانگ لقب بزرگترین تمساح در کتاب رکوردهای گینس را از آن خود کرده است. این موجود خونسرد و مرگبار سالانه جان 1000 نفر را بدون هیچ رحمی می‌گیرد. پس عزیزای دوست داشتنی، مواظب باشید وقتی در باتلاق‌ها و رودخانه‌ها قدم میزنید دچار شکار تمساح نشوید. بله، چون که تمساح استخوان‌هایتان را میتوانند مثل خلال دندان خورد کنند. دوستان عزیز، شماره 5 نوبت میرسه به یکی از مرموزترین قاتلان طبیعت. بله، عقرب. این موجود کوچک و خطرناک سالانه 3300 نفر رو میکشد و با دم کشنده شوخی هم سرش نمیشود. از بین 2600 گونه تنها 25 گونه برای انسان مرگبارند و اما مرگبارترینشان دد استالکر است. سم این عقرب میتواند در چند ساعت شما را از پا در بیاورد. پس اگر روزی عقرب زرد کوچکی دیدید که با دم منحنیش بی صدا نگاهتان میکند، بدانید این یک دعوت به مرگ است، نه یک سلام دوستانه. پس عزیزای دل، لطفاً کوچک بودن این قاتل رو دست کم نگیرید. دوستان عزیز، امیدوارم تا اینجا با انرژی و همراهی شما پیشرفته باشید و امیدوارم خسته نشده باشید. حالا اگر تمایل داشته باشید با هم بریم سراغ شماره 6 حشره قاتل. حشره قاتل سالانه 10,000 نفر رو با بیماری وحشتناک شاگاس از خود در میآورد. این حشره کوچک و بی صدا انگل کشنده‌ای به نام ترایپانوسوما کروزی را منتقل می‌کند که به سیستم عصبی و گوارشی حمله کرده و عوارض طولانی مدتی را ایجاد می‌کند. شماره 7 سگ‌ها. تصور کنید بهترین دوست انسان، سگ، به بزرگترین تهدید زندگی انسان تبدیل شود. هاری، بیماری مرگباری که از طریق بزاق دهان سگ‌ها منتقل می‌شود، سالانه جان 59000 نفر رو میگیرد. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده که 99% موارد انتقال هاری به انسان از سگ‌ها میباشد. عزیزای دل، سگ‌ها شاید دوستان وفاداری باشند، اما وقتی هاری وارد ماجرا شود، دوستی سگسان تبدیل میشود به ترسناکترین پارس دنیا. دوستان عزیز، برایم کامنت دهید آیا از سگ‌ها میترسید یا دوستدارشان هستید؟ خب رفیقای
دوست داشتنی رسیدیم به شماره 8 مارها. مارها قاتلان بیرحم طبیعت هستند که سالانه 138,000 انسان رو میکشند. بعضی از آنها فقط سمی نیستند بلکه میتوانند شما رو ببلعند. برای مثال مار پیتون میتوانند یک انسان را به طور کامل ببلعد. این مارها با پیچاندن بدنشان و خفه کردن طعمه آن را میکشند و تا 10 متر هم رشد میکنند. دوستان عزیز، امیدوارم تا اینجا از ویدیو لذت برده باشید. خوشحال میشم برای حمایت از من یک قلب خوشرنگ قرمز در کامنت ها برایم بفرستید. خب شماره 9 تعلق میگیره به پشه ها. پشه ها کشنده ترین حیوانات زمین، سالانه بیش از 725,000 انسان را میکشند. با نیش زدن و انتقال بیماری های چون مالاریا روزانه هزاران نفر را به کام مرگ میکشانند. و اما نکته جالب این است که فقط پشه های ماده نیش میزنند. دوستان عزیز، پشه ها وقتی من رو میبینن انگار میگویند وای چه گوشت شیرینه، غذای VIP رسید. منتظر نظرات شما هستم. آیا فقط منم که در تابستان با پشه ها مشکل دارم یا شما هم مشکل دارید؟ و اما رسیدیم به آخرین شماره اجزای دل. تصور کنید قاتل ترین موجود زمین کیست؟ کوسه ها، شیرها یا شاید تمساح‌های خشمگین؟ نه، هیچ کدام. انسان، بله خود ما. سالانه حدود 400,000 نفر توسط انسان‌های دیگر به قتل میرسند. بله، ما نه تنها مهارت در ساخت ابزار، پل‌ها و تکنولوژی‌های پیشرفته داریم، بلکه متخصص‌ترین موجود در کشتن هم نوع خود هستیم. در برخی نقاط مثل السالوادور 7% کل مرگ و میرها ناشی از قتل است. انگار مردم آنجا تصمیم گرفتن با نرخ قتل به جام جهانی برند. بر اساس داده‌های آورولدن دیتا، قتل حدود 7% از مرگ و میرهای جهانی در سال 2019 را شامل می شود. و اگر فکر می کنید این فقط یک مشکل انسانی است، پس اشتباه می کنید، چون در قلمرو به حیوانات هم نمونه‌هایی از این رفتارها دیده شده. مثلا شامپانزه ها با جنگ‌های قبیله‌ای خود شبیه نسخه‌ای از سریال بازی تاج و تخت در جنگل‌ها رفتار می کنند. راستی در کامنت ها بگید آیا سریال جذاب بازی تاج و تخت رو دیده اید؟ دوستان عزیز، قبل از خداحافظی بگذارید تا یک خاطره جالب را برای شما تعریف کنم. یک روز با چند نفر از دوستانم به باغ وحش رفته بودیم. همه با هیجان پشت شیشه‌های ضخیم قفس شیرها ایستاده بودیم و به این حیوانات باشکوه نگاه می‌کردیم. در همین حالت یکی از دوستانم که همیشه علاقه دارد شجاعتش را به رخ بکشد، با لحنی مطمئن گفت بچه‌ها نگاه کنید، اینا اصلاً اونقدری که میگویند هم ترسناک نیستن. هنوز حرفش تمام نشده بود که ناگهان یکی از شیرها با غرش وحشتناک خود را به سمت شیشه کوبید و صدای غرشش طوری بود که گویی انگار زمین زیر پایمان لرزید. دوستم چنان از جا پرید که تلفنش از دستش افتاد و بلافاصله رفت پشت سرمان قایم شد. آن صحنه برای همه ما خنده‌دارترین لحظه بود و تا دقایقی نمیتوانستیم جلوی خنده‌مان را بگیریم. بعد از این ماجرا به شوخی به او گفتیم خب حالا که از نزدیک دیدی، حالا چی؟ هنوز هم میگی شیرها ترسناک نیستن؟ خب دوستان عزیز، حالا شما چطور؟ آیا تا به حال از نزدیک با شیر روبرو شده اید؟ چه در باغ وحش چه در سافاری، حس و حالتان چه بوده است؟ دوستان عزیز، امیدوارم از این 10 واقعیت شگفت‌انگیز درباره حیوانات خطرناک لذت برده باشید. اگر ویدیو رو دوست داشتید حتما لایک کنید و با دوستانتان اشتراک بگذارید. یادتان باشد دنیای حیوانات پر از شگفتی‌ها و رازهای ناشناخته است. تا ویدیوی دیگر، خدا حافظ.